بسم الله الرحمن الرحیم. این آزمایش که خدمتون توضیح میدیم تابعیت حلالیت با دما هست. خب ما به اصطلاح دیدیم که دو نوع گرمای واکنش داریم، یعنی گرمای انتگرالی، یک گرمای دیفرانسیلی. که گرمای انتگرالی رو تو آزمایش قبلی خدمتون توضیح دادم که به کمک بمب کالوریمتر ما میتونستیم گرمای انحلال انتگرالی مثلا سود در آب رو به دست بیاریم. خب الان یه آزمایش دیگه رو توضیح میدیم که به کمک اون در واقع میتونیم گرمای انحلال دیفرانسیلی رو به دست بیاریم که حالا نحوه انجام آزمایش رو خدمتون توضیح میدم که چی هست. خب گرمای انحلال دیفرانسیلی رو خب ما حالا از این رابطه هم که در واقع برابر میشه با دلتا اچ میکسیم تقسیم بر NB که حالا کامل اینا رو توی شیم فیزیک کامل براتون توضیح دادیم، میتونیم حالا به دست بیاریم. خب برای اینکه ما بیاییم و این گرمای انحلال رو به دست بیاریم، حالا برای یه نمونه مثل نمونه که ما کار میکنیم اسید بنزوئیک در آب هست. خب اسید بنزوئیک میتونه به یه مقداری در آب حل بشه و در اثر حل شدن میتونه یه مقدار گرما آزاد کنه. یعنی فرض کن شما یا گرما بگیره، شما اگر یه مقدار سیستم بسته ای از آب داشته باشید و یه مقدار بنزوئیک اسید رو داخل این آب قرار بدید و هم بزنید، این شروع میکنه به حل شدن. خب اگر این مقدار بنزوئیک اسید رو شما حلش کنید و اجازه بدید که به نقطه اشباع برسه، اگر اجازه بدید به نقطه اشباع برسه، میبینید که حالا دیگه هر چقدر اسید بنزوئیک اضافه کنید دیگه به میزان اون مقدار حل شده اضافه نمیشه. اینا اصطلاحاً بهش میگن نقطه اشباع. وقتی که سیستم اشباع شد دیگه شما هر چقدر هم اسید بنزوئیک اضافه کنید دیگه تغییری توی اون غلظت نداره. این میشه همون غلظت اشباع یا غلظت تعادلی که در حالت تعادل اون به اصطلاح تعداد مولکول‌های از بنزوئیک اسید جامد که وارد آب میشن با اون تعدادی که دوباره به حالت جامد برمیگردن برابر هست و از نظر ترمودینامیکی اگر شرایط دما و فشار ثابت باشد در حالت تعادل غلظت اون ماده مورد نظر دیگه تغییر نمیکنه. هر چقدر شما اجازه بهش بدید، زمان بهش بخوره، این به اصطلاح تغییر نمیکنه. خب مقدار اون جسم جامدی که توی آب حل شده رو شما اندازه بگیرید و یه غلظتی رو به شما میده. C غلظت تعادلی از بنزوئیک اسید که توی این حل شده رو اگر شما بیایید اندازه گیری کنید، میبینید که وقتی که دما رو افزایش میدید، وقتی دما رو افزایش میدید میبینید که مقدار اون اسید بنزوئیکی که میتونه توی آب حل بشه متفاوت هست. یعنی تغییرات دما روی اون کانسنتریشن تعادلی یا اون غلظت تعادلی بنزوئیک اسید تأثیر میذاره. اگر بخوایم ببینیم چه ارتباطی بین غلظت و دما وجود داره، این غلظت اون مقدار ماده حل شده یا اون میزان حل شدنش توی آب وجود داره، اینجا میتونیم از معادله وانت هوف استفاده کنیم. معادله وانت هوف میتونیم استفاده کنیم
یا از معادله کلازیوس کلاپیرون هم میشه بهره برد. یعنی این دوتا یه نتیجه میدن. کلازیوس کلاپیرون البته اینجا چون جامده خب یه مقدار باید حواسمون باشه، ولی معادله وانت هوف خب یه معادله کلی‌تر هست، میتونیم از معادله وانت هوف اینجا استفاده کنیم. باشه، معادله کلازیوس کلاپیرون چون اینجا جامده و تبخیر نمیشه نمیتونیم استفاده کنیم، یا باید از معادله وانت هوف استفاده کنیم. از معادله وانت هوف اگر بخوایم استفاده کنیم، خب طبق رابطه معادله وانت هوف میگه روند ال ان کا، که این کا همون کای تعادلیه، به روند تی برابر میشه با دلتا اچ به آر تی دو، که این اگر ما به صورت در شرط فشار ثابت دی ال ان کا بنویسیم، میشه منهای دلتا اچ به اضافه دلتا اچ آر تی دو دی تی، و اگر ما بیایم اینو انتگرالش بگیریم، در واقع میشه انتگرال دی ال ان کا از کا یک تا کا دو، اینم برابر میشه با انتگرال دلتا اچ آر تی دو دی تی از تی یک یا تا تی دو. یعنی در واقع میزان وابستگی کا یا همون ثابت تعادل ربط پیدا میکنه به دما. اگر اینو انتگرالش بگیریم، ln کا دو به کا یک، چون بذار حالا اینم بازسرش کنیم، این میشه ln کا دو منهای ln کا یک برابر میشه با منهای دلتا اچ تقسیم بر آر، چون دی تی تقسیم بر تی به توان دو، انتگرالش میشه منفی یک تقسیم بر تی. وقتی که جایگزین هم بکنیم تی دو و تی یکو میشه تی دو منهای یک تقسیم بر اینم ln خب اینو میتونیم الان به جای کا دو و کا یک میتونیم کا به جای کا دو بذاریم کا و به جای کا یک بذاریم مثلا کا صفر. ln کا منهای ln کا صفر برابر میشه منهای دلتا اچ تقسیم بر آر یک تی به اضافه دلتا اچ بر آر تی صفر. بله، این در واقع اومدم بر حسب کا صفر تی و تی صفر اینو نوشتم. خب بچه ها، در بحث حل شدن وقتی که بنزوئیک اسید حل میشه به صورت بنزوئیک اسید اکوئس در میاد، این جامد وقتی تبدیل به اکوئس میشه توی آب، کای تعادلی که ما اینجا می نویسیم، کای تعادلی که اینجا نوشته میشه برابر میشه با غلظت بنزوئیک اسید. غلظت بنزوئیک اسید. خب پس من به جای کای تعادل میتونم غلظت بنزوئیک اسید بنویسم. پس بنابراین این رابطه این شکلی میشه ln کا میشه ln سی مساوی میشه با منهای دلتا اچ تقسیم بر آر ضرب در یک
تقسیم بر تی به اضافه دلتا اچ، این هم دلتا اچ حلالیت دیگه، چون اینجا بحث سولوبیلیتی رو داریم بحث میکنیم. دلتا اچ آر ضرب در 1 تقسیم بر تی صفر به اضافه ln سی صفر. خب بچه ها، چون تی صفر یه دمای مشخصه، در اون دمای مشخص هم غلظت یه پارامتر مشخصه، آنتالپی هم که معلومه تکلیفش، آرم که یک کمیت ثابته، بنابراین کل این میشه یه مقدار ثابت. کل این میشه چی؟ یه مقدار ثابت. بنابراین lnc میشه منهای دلتا اچ حل شدن ضرب در 1 تیوم به اضافه مقدار ثابت. خب بنابراین ما از این رابطه استفاده میکنیم برای اینکه بیاییم و این دلتا اچ حل شدن رو به دست بیاریم. راهش اینه که ما بیاییم غلظت رو در دماهای مختلف، غلظت تعادلی رو از بنزوئیک اسید در دماهای مختلف به دست بیاریم و بعد بیاییم ln غلظت رو بر حسب 1 تیوم رسم کنیم. شیب خطش میشه منفی دلتا اچ تقسیم بر آر. پس راه عملی آزمایش هم همینه که الان اینجا، حالا دوباره برای اینکه به قولن ما خب میایم حدود 1 گرم اسید بنزوئیک رو وضع میکنیم تو 200 میلی لیتر آب مقطر قرار میدیم تا دمای 60 درجه گرم میکنیم. حالا دمای 60 درجه شما میتونید مثلا دمای بیشتر هم مثلا تا 70 درجه هم گرمش کنید و بعد به اجازه بدید تا این خنک بشه. تو چند تا دما اگه تا 70 درجه گرمش کنید، تو دمای 60 درجه 55، حالا طبق این دما هم میتونید پیش برید یا طبق این دمایی که من نوشتم 50 45 و 40 این دماها. حالا 35 هم بیایید. خب توی هر کدوم از دماها یه پیپتی بردارید این سر این پیپت رو حالا با یه فیلتر یا صافی چسب کنید، فیلتر بهش بزنید چسب کنید. این پیپت 10 میلی لیتر 10 ml اصطلاحاً، اینو بذارید داخل محلولی که توی هر کدوم از این دماها وجود داره. مثلا تو دمای 60 درجه بیایید و 10 cc ازش انتقال بدید داخل یک ارلن یه مقدار آب مقطر به اضافه فنولفتالئین که معرف ما هست و بعد بیایید با سود 1/10 تیترش بکنید. خب تیتراسیون رو اونقدر ادامه میدید تا محلول داخل این ارغوانی که شد اونجا دیگه انتهای تیتراسیون شما هست.
پس توی 5 تا دما حداقل میاد این کار انجام میدید، یعنی 10 cc برمیدارید، منتقل میکنید به این ایرلن، بعد میایید آب مقطر به همراه با معرف بهش اضافه میکنید و با سود 1/10 تیتر میکنید تا کجا؟ تا جایی که برسید به نقطه هم‌ارزی که همون جایی است که رنگ ارغوانی دیده میشه. خب حالا بعد میاد یه جدول تهیه میکنید. این جدول میشه دما، مثلا دمای 65 60 الی آخر هست. اون چیزی که رو شما تو آزمایش به دست آوردید وی سود هست. و بعد این میشه اطلاعاتی که شما توی آزمایش به دست میارید. خب اول شما بیایید دما رو تبدیل کنید به دما بر حسب کلوین، یعنی 65 به اضافه 273 جدول. از روی حجم سود میاید و غلظت بنزوئیک اسید رو به دست میارید. چجوری؟ غلظت بنزوئیک اسید ضرب در 10 میلی لیتر، چون شما 10 میلی لیتر برداشتید، برابر میشه با وی NaOH که همین وی NaOH که اینجا هست ضرب در غلظت NaOH که معمولا 1/10 در نظر میگیریم غلظت سود، و این 1/10 حجمش هم که از طریق آزمایش به دست آورید چقدر سود مصرف شده. 10 میلی لیتر هم به خاطر اینکه ما 10 میلی لیتر از محلول برداشتیم تیتر کردیم، و CAB هم که میشه غلظت سود، ببخشید غلظت اسید بنزوئیک توی دمای مثلا 65. بعد میایید تو دمای دیگه هم به همین شکل به دست میارید. حالا میایید LNCAB رو هم به دست میارید و 1 تیوم، و بعد میایید یه نمودار رسم کنید که در واقع میشه LNC بر حسب 1 تیوم، که حالا یه نمودار حالا با شیب منفی یا مثبت برمیگرده به اینکه دلتا H گرمازا باشه یا گرماگیر باشه. شیب خطی که اینجا به دست میاد اسلوپ برابر میشه با منفی دلتا H تقسیم بر T، که این میشه دلتا H در واقع، چون برای فرایند حل شدن ما این گرما رو به دست آوریم، میشه دلتا H حل شده. بسیار خوب، و اون چیزی هست که اینجا ارائه میدید. خب حالا سوال ما اینه که ما گفتیم که این دلتا H که اینجا به دست میاد دلتا H دیفرانسیلیه. خب چرا این دلتا H دیفرانسیلیه؟ جوابی که دارید چی میتونه باشه؟ خب اینا روش فکر کنید، بعدا تو گزارش هایی که انشالله تحویل میدید اینا حتما همراهش بذارید که چرا به این میگیم دلتا H دیفرانسیلی. خب سوالی اگه هست بفرمایید.